در خدمتتون هستم با اندیکاتور قیراطی. خیلی ها سوال داشتن و نمیدونستن این اندیکاتور چجوری میتونه ازش سیگنال بگیرم و ورژن 2.2 آخرین ورژنی هست که فعلا ارائه دادم. جزئیات رو خدمتتون میگم. توی کلاس های آموزشی در مورد اندیکاتور زیاد صحبت میشد. همون پاورپوینت رو دارم ارائه میدم به شماها که بتونین استفاده کنین و بتونین از این بازار سود کنین. هدف اینه که از بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال بتونین استفاده کنین. حالا این اندیکاتور مناسب بازار بورس فعلا نیست، به خاطر که روی متا تریدر میاد بالا و کارگزاری نیست که فعلا دیتای متا تریدر رو بده. قبلا بود و الان دیگه وجود نداره. پس میتونیم برای بازارهای ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی ها یا فارکس ازش استفاده کنیم و بتونیم از بازار سودهای خوبی کسب کنیم. یه نکته رو که میخوام خدمتتون عرض کنم این هست که لطفاً تا آخر ویدیو همراه هم باشه. این یک نکته هست و این نکته های ریزی داره. این هست. دومین نکته این هست که به سرعت زیاد لطفاً این رو گوش ندین ویدیو رو. خیلی از دوستان میگن شما شمرده میگی و ما سرعت رو میبریم بالا و حالا بعض از مطالب ها رو شما متوجه نشن و باعث میشه که نتونن موفق بشن توی این بازار و این نکته رو خواستم خدمت رو عرض کنم که مواظب باشیم. بریم سر وقت نحوه نصب اندیکاتور هست که قبلا توی کانال تلگرامی بود و الان جدیداً توی واتساپ میتونین دریافت کنین و شماره واتساپ هم 0935 352 69 91. فقط توی این شماره میتونین پیام بدین و ازش استفاده کنین که تو سایت هم هست. طریقه دیگری نمیتونین از اندیکاتور استفاده کنین. تو تلگرام پیام بدین، زنگ بزنین، اینها پاسخگو نیستن پشتیبانی. فقط توی واتساپ و میتونین به این صورت استفاده کنین. خب متا تریدر رو باز میکنین. توی قسمت منو فایل میرین اون گوشه بالا سمت چپ. اگه منوتون فارسی هست، اگر انگلیسی هست، اگه فارسی هست فکر کنم میاد سمت راست. حالا من فارسی زیاد استفاده نکردم راستیاتش و فکر کنم میاد سمت راست، شده هم سمت چپ باشه. فایل میرین و گزینه اوپن دیتا فولدر رو انتخاب میکنی. اگر منوتون فارسی بشه فکر کنم همینه. شاید باز کردن فایل دیتا اگر فارسی باشه شاید هم همین باشه، نمیدونم. این رو در نظر داشته باشین. بعدش میرین توی یک صفحه براتون باز میشه، یک پنجره که باز میشه، یک پنجره باز میشه. MQL5 رو انتخاب میکنین، یعنی هم متا تریدر 5. روی متا تریدر 5 فقط این قابلیت داره، روی چیز قابلیت نداره. روی همین موبایل و آیفون یا همون اپل یا iOS قابلیت چیز نداره و این رو قابل نصب شدن نیست. فقط روی کامپیوتر میتونین نصب کنین. بعدش به پوشه اندیکاتور میرین و اندیکاتوری رو که دریافت کردین رو پیست میکنین و این هست. یه دونه پوشه چیز هست اندیکاتور داره و یکی فایل جدید هم تو ورژن 2.2 هست. اون دو چیز هست، اکسپرت هست. یعنی شما باید یک فایلی رو توی اندیکاتور کپی کنین، یک فایلی رو باید توی اکسپرت کپی کنین. این رو مد نظرتون باشه. بعد وارد نویگیتور میشین یا اگر هم نویگیتور ندارین میان خود توی متا تریدر. متا تریدرتون باز کن. حالا فیلمی هم براتون میگیرم که کامل متوجه بشین و تئوری نباشه، کامل باشه.
و بعدش صفحه نویگیتور که باز شد این رو درک میکنین روی نمودار و اوکی کن. خب بریم حالا روی نمودار این رو ببینیم. اینم زدیم ریسیت یا لیت. خب اینجا هست، میریم توی فایل و توی این قسمت اوپن دیتا رو میزنیم، یک صفحه براتون باز میشه. MQL5 هست و توی اندیکاتور اینجا پیست میکنی و اکسپرت هم توی اکسپرت پیست میکنیم و میرین جلو و این کار رو انجام میدیم. پس این دو قسمت رو پیست میکنیم و اوکی کن. بعدش کنترل N رو میزنیم. این فایل ها هست اینجا، توی اینجا میرین این رو یه درک میکنیم، میندازینش رو همه این اکسپرت و این هم توی اندیکاتور هست. فایلی رو که کپی کردین رو پیدا میکنی و یه جوری درک یا پرتاب میکنی دیگه. حالا در هر حدی باشین اطلاعاتتون کامپیوتر، من دارم میگم، حالا بعضی میگن درک یعنی چی. این رو یه جور میندازینش روی این چارتتون و اوکی میکنی و باید مثلا اینها روشن باشه. اگر میخوام معاملاتی رو که بگیریم این باید حتما زرد چیز باشه، آبی باشه و سفید نباشه. این حتما باید آبی باشه. اگر نبود روی این قسمت لیگو تریدینگ رو روشن کنی، یا اگر این ابزار نبود که معمولا هستش باید استاندارد رو فعال کنین. توی این قسمت میان تیبل و استاندارد رو فعال میکنین که این براتون باشه که بتونه این رو فعال داشته باشه. این به این صورت فکر کنم چیز خاصی نیست که بخوام در موردش صحبت کنم و اوکی. تو ویدیو قبلی هم کامل توضیح دادم. حالا بریم سر وقت این اندیکاتور. این اندیکاتور از چندین ستون تشکیل شده و چه کارهایی داره و چه قابلیت‌هایی داره و چه کاری رو برای شما انجام. ستون اول اندیکاتور که این ستون سمت چپ هست، از چپ داریم میریم به سمت راست. سمت چپ تایم فریم رو نشون میده، M1 M5 M15 MC H1 H4 D1 و W و MN. اینها رو خودتون میدونین دیگه، خودتون تو بازارهای مالی و سرمایه گذاری بود هستین، لازم نیست من اینها رو توضیح بدم. خودتون حالا اگرم نمیدونین یه سرچی بزنین تو اینترنت میتونین متوجه بشین. ستون پنجم زمان بسته شدن هر کندل تایم فریم رو داره نشون میده خدمتتون و زمان اتمام. مثلا M15 2 دقیقه دیگه کندلش تموم میشه، H4 3 ساعت دیگه، روزانه D1 19 ساعت دیگه حالا بر فرض این هست و M1 32 ثانیه 52 ثانیه دیگه طول میکشه که این کندل 1 دقیقه‌ای تموم بشه. خب پس ستون اول و ستون پنجم رو توضیح دادم خدمتتون. بریم ستون های بعدی و متوجه شید. ستون بعدی که کادر قرمز رنگ هم کشته شده همین است. ستون هست که به شما حمایت ها و به شما نقاط های ورود رو میده. نقاط های ورود یعنی بهتون میگه اگه فلش به سمت بالا باشه میشه یعنی نقطه وروده و اگه به سمت پایین باشه یعنی نقطه خروجمون هست. و این صورت این هم هست، نقطه ورود را نشان میده. زمانی که فلش به سمت پایین باشه نشان دهنده این است که نقطه ورود فروش هست، یعنی نقطه خروجمون هست. اینجوری بهتره. اگر فلش به سمت یعنی نقطه ورود هست یعنی نقطه خریدمون هست و این اتفاق میفته. حالا قابلیت که داره اندیکاتور چیه؟ اگر موس رو روی این قرار بدیم بهتون میگه نقطه ورود، نقطه خروج. خودش دیگه فارسی گذاشته دیگه، روون گذاشته که شما متوجه
بشیم که ببینیم به چه صورتی هست. خب این از این و این قسمت. ستون سوم ستونی هست که حمایت ها و مقاومت ها رو به شما میگه. اگر فلش مثل این چارتای اولی به سمت بالا باشه یعنی میگه شما روی حمایتی. اگر چارتای پایینی باشه میگه به صورت چیه؟ به صورت مقاومت هست، داره به سمت پایین میاد. خب یه سوالی که اینجا پیش میاد، ما باید چی کار کنیم؟ چارتای پایینی میگه مقاومت، چارتای پایینی میگه حمایت. بستگی داره شما به چه صورت معاملات خودتون رو میخوان انجام بدین. میخوان روی اسکلپی کار میکنی یا میان مدتی یا بلند مدتی کار میکنی. اگه اسکلپی کار میکنی که داره تایم 1 و 30 داره 1 تا 30 داره بهتون میگه روندمون صعودیه، شما میتونی روی حمایت میتونی وارد ما بشه. دقت کنی هنوز اون اسلاید ستون بعدی خیلی مهمتره که بهتون میگم. پس اینجا مواظب باشین که تو کدوم تایم فریم، کدوم روند میخون ما، کدوم کدام میخون میان مدتی انتخاب کنی، میخون اسکلپی کار کنی. اینجا مهمه که شما باید ستای بالایی انتخاب کنی یا پایینی ها انتخاب کنی. حالا تو بعدی ها مثال بیشتر میزنم متوجه میشم. پس شما ستون سوم متوجه شدین که بهتون حمایت ها و مقاومت ها میگه. H1 چیه؟ H1 یک ستون یک خالیه، نه سمت بالا داره نه سمت پایین. این خنثی هست، یعنی شما توی یک قسمت خنثی قرار گرفتین. اگه میخوام معاملاتتون رو انجام بدین دقت کنین، روی مقاومت ها سلتون رو بزنین، روی حمایت ها بایتون رو بزنین. توی H1 اگر میخون مثلا چندین ساعت پوزیشنتون رو نگه دارین، اگر نه میخوای اسکلپی کار کنیم 20 دقیقه 30 دقیقه میخوای کار کنیم، تایمای بالاتر رو انتخاب کنیم. حالا یه ویدیو در مورد تایم فریم رو میذارم براتون که کاملا متوجه بشین و بتونیم بعدا استفاده کنیم این رو. حالا بعدا توی یک ویدیو کامل میذارم که در مورد تایم فریم کامل صحبت کنم. خب پس بیام جمع‌بندی انجام بدیم. ستون سوم اگر فلش ها به سمت بالا بود یعنی رو حمایتیم و اگر به سمت پایین ما رو مقاومتیم. عذرخواهی میکنم. و اگر سفید بود و نه سبز و نه قرمز یعنی خنثی. تمام این ستون 2 3 و 4 فلش داره. فقط ستون سوم هست که میتونه بدون فلش باشه. این رو مد نظرتون باشه و این رو بدون. خب ستون آخر که از همش مهمتره و جز اهمیت زیادی برخوردار هست، این رو در نظر داشته باشین که بهتون روند رو میگه. الان تایم فریم M1 M5 و M15 به سمت پایین هست، یعنی ما روندمون نزولیه و از MC تا MN روندمون صعودی هست و این اتفاق میفته. خب قاعدتا شما وقتی که روندتون نزولیه باید روند دنبال سل باشین، دنبال این باشین که سل بگیریم. وقتی که روندتون صعودیه دنبال این باشین که بای بگیریم و این اتفاق. بیام یه ذره روی خودی نمودار توضیح بدیم. یعنی این من نقطه ورود، نقطه خروج و نقطه خروج. اینجا نقطه محدوده حمایتی، اینجا خنثی هستیم، محدوده حمایتی، اینجا محدوده مقاومتی بودا، حمایتی یعنی اینجا میشه مقاومتی، قرمز دیگه. خب روند سبز روندمون صعودیه، نزولیه، روندمون نزولیه، روندمون نزولیه، روندمون صعودی هست و میبینیم اینها رو داره صعودی نشون میده و اوکیه. تا اینجا اوکی. این هم که تایم فریم های
بسته شدن ها و اینها رو میگه. این تغییر میکنه بر اساس حالا دیتاتون، حالا ویدیوهایی که مثلا اینجا میبینید 10 ثانیه هی داره اوکی میشه و بعدش اوکی میشه. خب این از این تا اینجا فکر کنم خیلی روون بود و اوکی شد، کلیات متوجه شدیم. نکات مهم در مورد اندیکاتور غیراتی. نکته اول که خیلی مهمه میخونم روش توضیح میدم که کامل متوجه شد. ستون چهارم روند را تشخیص میدهید. باید موافق روند معاملات انجام داد. به طور مثال اگر ستون چهارم نمایش در روند سودی هست فقط باید معامله خرید باز کنید و اگر فلش ستون چهارم به سمت پایین بود فقط معامله فروش میزنید. موافق روند دوست توست، با روند نجنگ. نکته دوم، برای معامله باز کردن باید تایم فریم های بالاتر را انتخاب کنید. به طور مثال اگر میخوایی نوسانگیری کنی باید تایم فریم 1 و 5 و 15 را چک کرده. زمانی که هم جهت هستند وارد معامله میشه. ستون چهارم داره میگه ها، یعنی میگه تایم فریم M1 M5 و M15 اگر موافق بودن هم جهت بودن شما برو معامله باز کن. حالا بهتون میگم شرایط اگه متفاوت بود چجوری معاملتون رو باز میکنیم و اوکی میکنیم. پس این رو تایم فریم های بالاتر رو اوکی میکنیم. این رو چرا من اصلا گذاشتم، این اندیکاتور اصلا چرا ساختم که شما دیدتون به کلیت بازار و تایم فریم های بالاتر باشه. شما نگاه کنین وقتی که میخوام معامله باز کنین تایم های بالا روند رو چک میکنه، هی میان پایین هم معامله خودتون رو باز میکنه و این کار رو انجام میدید. خب بریم سر وقت این اتفاق. حالا ما آمدیم M1 و M5 و M15 میخوام اسکلپی کار کنیم. این ست تایم فریم رو چک میکنیم و وارد معامله میشیم. فرض کنین ستون دوم M1 به سمت بالا هست و دوتا به سمت پایین. ستون سوم همش به سمت بالا هست و ستون چهارم که روند رو داره به ما میگه به سمت پایین هست. حالا ما باید چی کار کنیم؟ این کار رو انجام میدیم. ستون چهارم تایم فریم M1 M5 و M15 نزولی است. ستون چهارم نزولی است. ستون سوم صعودی کامل و ستون دوم 5 و 15 نزولی است. ستون دوممون 5 و 15 مو نزولیه. این توضیحی که دادم خدمتتون عکس هم هست و میتونین عکس بگیرین، حالا اسکرین شات بگیرین، این رو پرینت بگیرین و استفاده. اگر هم خواستین عکس ها رو کسانی که تهیه کردن اندیکاتور رو برشون میفرستم که بتونن راحت‌تر این رو پرینت بگیرن اصلا بذارن متوجه بشن چیکار. نتیجه روند نزولی است. نتیجه میگیریم با خاطر که ستون چهارممون ستاش نزولی، روند و نزولی است. منتظر میمونه که تایم فریم 1 دقیقه ستون دوم و سوم نزولی بشه، یعنی M1 ردیفی هم دوتا نزولی بشه، یعنی اینجا این و این هم نزولی بشه. حالا من فلش رو موسم رو میبینی یا نه؟ حالا ردیف M1 دوتایی که سبز نزولی بشه، ستون دوم و ستون سوممون نزولی بشه. نزول سپس وارد معامله فروش میشیم. به خاطر چی؟ روندمون نزولیه و وارد معامله فروش میشیم. برای که فروش بشیم ستون دوم همینه که پهلا M1 و ستون سوم باید روند قرمز بشه، به سمت پایین بیا. یعنی توی این کادره که مشکی رنگ کشیدم باید مثلا این الان 5 تاش نزولیه، 2 تای دیگه ای هم نزولی بشه، میشه 7 تاش نزولی میشه و میتونیم ازش سل بگیریم و اسکلپی اوکی کنیم. خب بریم سر وقت بعد. ستون چهارم تایم فریم M1 M5 و M15 مون نزولیه. بارها این رو میبینین شما تو بازار، معمولا این اتفاق میفته.
ستون سوممون صعودیه، سبز رنگ میبینیم، و ستون دوممون نزولیه. ستون دوممون نزولی هست. ما چی کار میکنیم و چه اتفاق میفته؟ روندمون نزولیه به خاطر که ستون چهارمون رو داره بهمون روند تشخیص میده. این اسکلپی هست، داریم M1 M5 M15 رو میبینیم. ما نهایتا معاملمون که باز باشه 20-25 دقیقه بازا. ما کاری به تایمای بالاتر نداریم. MC تا MN روندمون صعودی ها. این یک اصلاحی داره، ما توی اصلاح میخوام وارد معامله بشیم، یه اسکلپی مسود بگیریم و خارج بشیم. دارم بهتون میگم این نکته حالا مهم باشه براتون، این گوشه بنویسیم و این اتفاق میاد. من فکر کنم 12 حالت رو نوشتم، حالا کامل پاورپوینت کردم کامل اوکی میکنم و متوجه میشیم. روند نزولی میباشم، منتظر میمونم که تایم فریم 1 دقیقه ستون دوم نزولی شود. البته ستون سوم هست، ستون سوم نزولی شود، پس وارد معامله میشیم. پس M1 همون ستون سوم، این حالا اشتباه تایپی داشتم، این ستون سوم نزولی شد، ما وارد معامله میتونیم بشیم. حالا حمایت ها و مقاومت ها هم روی چارت نگاه کنید که کمکتون کنه بتونین ازش استفاده کنید. بریم بعدی، حالت بعدی، ستون چهارم تایم فریم M5 و M15 در صعودی میگه. ستون چهارممون این دوتا داره بهمون صعود میگه، فقط M1 همون هست که نزوله. ستون سوم نزولیه و ستون دوممون هم نزولیه، M15 مون نزولیه. خب الان چیکار میکنیم؟ روندمون صعودیه به خاطر M5 و M15 داره صعودی میگه. چون تایم فریم M5 و M15 ستون چهارم صعودی نشان میده، پس روندمون صعودیه و کلیت بازارمون هم صعودیه. یک لحظه M1 هم حال نزوله، منتظر میمانیم که تایم فریم 1 دقیقه ستون سوم صعودی شود، وارد معامله بای میشیم. همین تایم فریم ها داره بهتون داره صعود رو نشون میده و شما میتونید این موقع استفاده کنید و اوکی کنید. توجه کنید این پاورپوینت اونس طلا 2823 بوده، MNش هم حتی داشته ماهانش صعودی. این پاورپوینت الان مال بکنم 6-7 ماه پیش 8 ماه پیش شاید باشه، شاید تایم بیشتری هم گذاشتم و این رو گذاشتم، نه اونس طلا 2800 بوده و این پاورپوینت استفاده کردیم و داشته روند صعودی رو آلارم میداده و به این صورت. این از این. حالا میریم حالت بعدی، حالت چهارم. تایم فریم M1 M5 و M15 در صعودی نشون میده. من ستون چهارم، ستون سوم نزولی و ستون دوم فقط 15 دقیقهش داره نزولی میگه و 1 و 5ش داره صعودی داره میگه. روندمون صعودیه، روند کلیمون صعودیه. چون تایم فریم منتظر میمانیم که تایم فریم 1 دقیقه مون ستون سوممون، ستون وسطی یعنی وسط دوتا رنگه، صعودی شد، ما وارد معامله میشیم. یعنی ما روندمون صعودیه، منتظرمون M1 همون که صعودی شد وارد معامله میشه. حالا این جفت ارز بوده، مثلا اکثر رو آوردن. خب این مال بیت کوین بوده، مثلا هر کدومش مال چارتای مختلف که میخواستم توضیح بدم کشتم بیرون و اوکی کردم. خب بریم ستون چهارممون روندمون نزولیه، روندمون M1 و M5 نزولیه. روندمون نزولی میباشد چون تایم فریم 1 و 5 نزولی نشان. منتظر میمونه که تایم فریم 1 دقیقه ستون سوم و چهارم نزولی شود، منتظر میمونی M1 همون
توی تایم فریم های بعدی نزولی بشه، ما وارد معامله سلمون میتونیم بشیم، روی مقاومت باشه، روی مقاومت هم چک کنیم و ببینی اگر روی مقاومت خوبی هست و M1 و M1 ستون اول و ستون دوم هم نزولی میشه، شما میتونی ازش استفاده کنیم و بهره رو ببریم. حالا یه نکته ای، اگر میخون نکات های ریزتری بعض موقع میذارم توی یوتیوب و بخوان ازش استفاده کنید، حتما سابسکرایب هم کنیم و عضو کانال هم بشین که بتونید استفاده کنیم. تا حالت 6 رو میخوام بهتون بگم. کسانی که آخر این ویدیو، من یک نکته رو میگم، اگه تا آخر این ویدیو همراه من باشن یا وسط های ویدیو این نکته رو میگم خدمتون، اگر میخوان با همراه من باشن میتونن یک هدیه هم استفاده کنم و بهره ببرم. پس تمام ویدیو رو با دقت ببینیم و بتونیم انشالله استفاده کنیم. حالا چه اتفاقی میافته؟ ستون چهارممون M5 و M15 داره صعودی نشون میده، میگه روندمون صعودی است، میگه روند صعودی باشه چون تایم فریم چون تایم فریم M5 و M15 ستون چهارم صعودی نشان میدن. منتظر میمونیم که تایم فریم 1 دقیقه ستون چهارم صعودی شود، سپس وارد معامله خرید میشه. یعنی داره M5 و M15 تون داره صعودی رو نشون میده. منتظر بمونید. الان M1 و M1 تون هم صعودی هست توی ستون دوم و ستون سوم ها صعودی داره نشون میده. شما میتونید ازش استفاده کنید و بهره رو ببریم و اوکی کنیم. خب حالت هم، حالا کسانی که تا اینجا همراه من بودن، اگر میخوان از اندیکاتور استفاده کنن میتونن حالا حالت های بعدی رو که گفتم یک کد تخفیف رو میگم و میتونن از کد تخفیف استفاده کنن. برای دریافت این اندیکاتور باید توی واتساپ به این شماره پیام بدین 0935 352 6991. کسانی که تا آخر این ویدیو همراه من باشن یک کد تخفیف 20% خدمتون عرض میکنم که میتونین از این تخفیف استفاده کنین و اندیکاتور استفاده کنین. خب این اندیکاتور روی نفت بوده و همتونه استفاده ببرین روی اندیکاتور، روی حتی جفت ارزهای مختلف. روندمون نزولیه بخاطر که ستون چهارمون گفته روند نزولی میباشد، چون تایم فریم اون 5 و 15 ستونمون چهارم نزولی است. منتظر میمانه که تایم فریم 1 دقیقه‌ای ستون چهارم نزولی شود و بعدش وارد معامله سل میشیم و این کار رو انجام میدیم. منتظر میمونیم که روند کلیمون نزولی بشه و یه اتفاق بیفته. اگر هم شما حال خط روند میکشیم یا هر چیز دیگری، وقتی یعنی شکست انجام میشه میتونین وارد معامله بشین. شاید این رو N1 رو مثلا شما زودتر بتونین تشخیص بدین و این کار رو انجام بدین، اما این رو بذارین خودش انجام بده خیلی بهتر استفاده میکنین و میتونین سودهای خوبی رو انشاءالله کسب کنین. خب این رو که میبینین حالا تو تایم فریم شاید میبینین سفید شده و زمان بسته شدن کندل ها رو نمیبینین. خب بازار بسته بوده. من این رو گذاشتم و پاورپوینت رو انتخاب کردم و شاید هم نگذاشته بودم لود بشه، سریع اسکرین شات گرفته بودم که توضیح رو بتونم خدمتون عرض کنم. این برای این بوده و قاطع همیشه تو تایم بازار ستون ها پره، فقط ستون سوم هست که خالی هست، مثل همینجا MM. اینجا داره روند صعودی رو بهتون نشون میده. نشان منتظر میمون که تایم فریم 1 دقیقه ستون چهارممون
سعودی شد ما وارد معامله بای میشیم. معامله بای میشیم چیکار میکنیم؟ آیا بقیه و چیزها رو هم باید چک کنیم؟ باید منتظر بمونیم M5 و M15 توی ستون سوم هم سعودی بشه؟ نه، به خاطر که نگاه کنی M1 توی ستون سوم، تو ستون دوم و سوم سعودی هست دیگه. شما از این 9 تا خونه داره 7 تاش بهتون مثبت بای میده، یعنی داره سیگنال بای میده، میتونیم وارد معامله بشیم. فکر کنم این سوالاتی هست که دوستان سوال داشتن و خیلی براشون مهم بوده و این رو گفتن. خب این دیگه داد داره میزن، قرمزه، باید منتظر باشه که سل بگیریم، رو مقاومت ها سل میگیریم و استفاده میکنیم. روند نزولی میباشد چون تایم فریم M1 و M5 ستون نزولی است. منتظر میمونیم که تایم فریم 1 دقیقه ستون سوم M1 نزولی شود وارد معامله میشیم. گذاشتیم توی 1 دقیقه اسکلپی میخوام بزنیم، میتونیم وارد معامله سلی بشیم و اوکی بشیم. این رو مد نظرتون باشه. با توجه به این که توجه کنین، این رو خیلی نکته مهمیه، MC و H1 هم داره نزولی میگه و D1 W و MN هم نزولیه. ما منتظر میمونیم ستون وسط، ستون سوم که نزولی شد دیگه وارد میشیم. کلیت روند رو داریم میگیریم جلو چشمونه. این رو اصلا من برای این ساختم اندیکاتورها رو که بتونم کلیت بازار رو ببینم. فقط H4 و M15 هست که روندمون نزولیه. شما دیگه میتونید از این استفاده کنید دیگه. سعودیه، ببخشید H4 و M15 مون سعودیه. کلیت بازار داره میگه نزوله، دنبال سل باش، دنبال بای نباش. شما موافق روند که معامله بزنیم 70-80% نزدیک بردیم، نزدیک موفقیتیم. اگه خلاف روند بزنیم 80-90% احتمال SL خوردنیم. اگه لات بالا بزنی کال مارجین شدنی و هم شوخی نداریم. پس این رو برای این ساختم و بتونی از این استفاده کن. خب به این بعض مواقع این اتفاق میفته، قله تاریخی که شکسته میشه. توی استوری، توی هایلایت پیج زرابان بورس گذاشتم، بریم ببینین. ویدیو هست، لحظه‌ای هست، همون لحظه رو استوری کردم و بعدش گذاشتم تو هایلایت اندیکاتور قیراطی، کامل توضیح دادم. این حالت رو زیاد میبینیم وقتی که قله تاریخی شکسته میشه. کل ستون دوم و ستون چهارم سبزه، فقط ستون وسطی قرمزه. میگه چی؟ قله روندمون سعودیه، داره گارد سعودی داریم، داره سمت بالا میره، قله شکسته شده اما رو مقاومتی. هر لحظه احتمال ریزش داریم. برین روی همه 2842 قیمت ها رو ببینید، دقیقا بعدش ریخته، شک نکنی، برین چک بکنی. حالا این تایمش مشخص نیست چه زمانی بوده، اما روی اینجا یک مقاومت داشتیم، قطعا ریخته و این اتفاق میفته. پس اینها مواظب باشین، منتظر باشین یه دونه اصلاحی بزنه M1 و M15 به خاطر که خیلی رو مقاومته. M1 و M15 رو سب بدین بیاد سبز که شد و بعدش وارد معامله بشین. توی ستون سوم رو در خدمتون عرض میکنم. مواظب باشین که بتونین از این استفاده کنین و از این بهره رو ببرین. رو قله‌های تاریخی همیشه یک اصلاح داره و بعدش میزنه. شاید پول بک بزنه به سقف قبلی، شاید هم نزنه، اما توی اصلاحاتش بعدش وارد بشین و این کار بکنین. اینجا میتونی از این استفاده کنی. حالا برعکسش هم بچه‌ها وجود داره، تمام اینا رو که بهتون گفتم تا برعکسش هم هست. مثلا ستون دوم و ستون چهارم قرمز باشه، ستون وسط مثلا سبز باشه. اینجا میگه چی؟ مثلا روی کف حمایتی هستیم، روی
کف حالا مثلا اگر بورسای ایران باشه مثلا کف تاریخیش هست که ارز اولیه رو قیمتی که میخوره این حالت برش میفته. حالا تو فارکس ما هم چیزی نداریم، این چه اتفاقی بیفته کم هست. این رو مشهود توی بازار فارکس توی اونس طلا الان که تاریخ‌های قله تاریخی ها رو پشت سر هم زده، این رو بیشترین حالتیه که دیدین و این اتفاق افتاده. خب حالت 11، قبل از که حالت 11 بگم، کسانی که کلمه ZB رو به پشتیبانی ارسال کنن میتونن تخفیف 20% رو استفاده کنن و بهره ببرن. شماره پشتیبانی 0935 352 69 91. فقط هم توی واتساپ هستن، میتونین پیام بدین و اوکی کنین. این محدوده، کسانی که میخوان از این کد تخفیف استفاده کنن گفتم خدمتتون میتونین استفاده کنین و بهره ببرین. خب حالت 11، ستون چهارم کاملا سعودیه، اما ستون سوم و ستون دوم تایم فریم 1 و 5 نزولیه و 15 سعودی داره نشون میده این حالت. الان توی 9 تا 4 تاش داره بهتون سبز نشون میده، 5 تاش نزولیه. روند کلیمون هم سعودیه. خودتون فکر کنی، من چند ثانیه صبر می‌کنم فکر کنی. روند کلیمون سعودیه، 5 تا حالت داره، از 9 حالت داره بهتون نزول میگه. باید چیکار کنیم؟ فکر میکنیم باید چیکار کنیم؟ خب منتظر باشین از این 5 تا 2 تا 3 تاش مثبت بشه که وارد معامله بای بشه و روند سعودی رو ازش استفاده کن. وارد سل نمیشیم، روند داره نگاه از بالا تا پایین داره بهتون میگه سعودیه. شما حالا اومد سل بزنی یعنی چی؟ یعنی میخوای با روند بجنگی؟ یعنی اینه که یه کسی تانک وایساده جلوت، حالا بنده خدا قضایی تانک وایساده جلوت، شما وایساده مثلا با سنگ کوچیک، مثلا با ماسه یا با شن داری میزنی با این، خب چه فایده میزن؟ نابودت میکنه. شما روندت نزول سعودیه، میخوای سل بگیری، اشتباه. هم آن شما احتمال SL خوردن یا اگر لات بالا میزنی کال مارجین شدن زیاده و این اتفاق رو مد نظر داشته باش. خب از این مطلبی که میخواستم خدمتتون عرض کنم و اتفاقات بیفته. حالا اون توضیحات بود و تو دوره استراتژی خبر هم من در مورد استراتژی خبر هم توضیح میدم چجوری بتونیم تو خبر معامله بزنیم و اوکی کنیم. اینجا یه دون پنل هست که توی ویدیو قبلی کامل توضیح دادم. سلو بای میتونیم بزنیم، کلوز بای بزنیم، کلوز آل بای، کلوز آل سل و تریدینگ کنین. اینها هست. یک قابلیت جدیدی که توی دو اضافه شد و فکر کنم تو ویدیو قبل نگفتم، سشن معاملاتی ها هست. این هم روی این چارت اضافه شد و توی این قسمت که بیان نگاه کنید، توی اکسپرت که بیان پرپرتیز رو که بزنین میتونیم اینجا چیز کنیم، سشن های معاملاتی، یا من اومدم تو اندیکاتور یا اومدم توی اکسپرت هستیم. آره توی نه اون رو تو اندیکاتور گذاشتم. این هست، این توی چیزها رو میتونی اینجا ترو فالس کنی و اینپوت هایی براتون گذاشتم. حالا یه قابلیت جالب که تو قبلی ها که بهتون گفتم، این توی اندیکاتور بیام، این سشن های معاملاتی رو میتونی توکیو، لندن اینها رو مثلا باز کنین، ببندین، ساعت های ورود و خروجش بزنین، آخر کدوم از بروکرها متفاوت تایماش، میتونین توی اینپوت این رو تغییر بدین. این در واقع قسمت اندیکاتور رو شما رنگ کندلاتون رو بر اساس این انجام میده. یا حالا من چیزی نیست که بتونم روش معامله بزنم و SLOTP تون بزنم، برم توی یه دونه اکانت دیگه
که قابل معامله شدن باشه. کدومش حالا دمو باشه، من که تحلیل نکردم. بکنم این رو باز کنم. یه دونه نکته ای رو که میخوام بگم خدمتتون، این نکته هست. خب این حالا معامله‌ای که باز هست رو شما در نظر نگیرین، به خاطر که ربات زده و حالا نمیخوام در موردش زیاد توضیح بدم و اصلا چیز دیگه ای هست و SL هم داره اما TP نداره. این ربات دارم روش کار میکنم، نتایج بدی هم نبوده و ازش دارم استفاده میکنم. فعلا زیر تسته. این از این. خب الان نگاه کنیم من اینجا این اکسپرت رو باید چیزش کنم. این اینپوتاش هست که میتونین حالا بزنین، اینم لاو بزنم و که بتونه اوکی بشه. فکر کنم حالا به خاطر که اکانت جدید گذاشتم اکسپرت رو توی اینجا هستش. یه بار دیگه رانش کنم که بیادش. خب این از این نقاط ها رو میبینین. یا حالا سشن های معاملاتی که خدمتتون عرض کردم. حالا یه نکته ای نگاه کنین، این چارت رو که من میندازم، چارت به این صورت. خب چارت به این صورت. این هم حساب دمو هست. این هم بهتون بگم حساب دمو، حساب ریل نیست، خیالتون راحت باشه. این حساب دمو و این رو حالا میندازمش رو چارت. اندیکاتورها نگاه کنیم. اکسپرت رو که میندازمش رو چارت، امید رضا قیراطی، چارت رو رنگش عوض میکنه و حالا این تو ویدیو قبلی گفتم، الان کامل میکنم. رنگ کندل ها رو عوض کرد و این رو اضافه کرد اینجا به صفحه و شما میتونید معاملات خودتون رو انجام بدید. الان نگاه کنیم، این خودش اتوماتیک SL تون رو میذاره. به خاطر که این معامله TP نداره، TPش رو نذاشته و محدودش مشخص نگه. الان نگاه کنی TPش هم که من میذارم، الان نگاه کنی رنگش سبز میشه. حالا زمان میبره تو لود کردن. حالا این اندیکاتوره هم چیزه، این معامله باز نبوده، معامله اوکی نبوده. من این رو TP رو میبندم خاطر که این استراتژی TP فعلا نداره، فقط SL داره و دارم روش کار میکنم. نتایج بدی هم نگرفتم ازش فعلا به این صورت. این از این. حالا یه دو معامله دیگه من باز کنم. اینجا SL و TP میتونین بذارین. خب SL و TP رو میتونین بذارین. چرا معامله نگرفت؟ اندیکاتور فکر کنم چند تا اکسپرت شاید رانه. آره 2 تا اکسپرت همزمان رانه. اینم شاید یه نکته شو رو هم دیگه بود. الان این اکسپرت هم پاک کنم، نتونست لود کنه. من این اکسپرت ها دوباره ران میکنم که اصلا قبلا روش بوده، یکی دیگه اومده روش، نتونست تشخیص بده کدوم اکسپرت رو باشه. این الان نگاه کنیم معامله هست و حالا یه SL و یه دونه TP گذاشتم. الان پر میشه و SL و TP رو محدودش رو کامل مشخص کرد و به این صورت هست. به همین راحتی میتونید شما از بازار استفاده کنید و محدوده رو براتون مشخص کنه. پس کندل الان هم که کنسلش کردم این پاک میشه. کندل ها رو رنگش عوض میکنه به راحتی و اوکی میشه. حالا خطهای حمایت و مقاومتی که تو ورژن 2.2 قرار داده شد و اینجا سودتون رو نشون میده ها. اینجا سودتون نشون میده. حمایت ها و مقاومت هایی که هست اینجا کاملا کشی نمیشه. بهتون گفتم تایم فریم ها اینجا شما میتونید نگاه کنید، سریع خودش بر اساس تایم فریم میکشه. یعنی تایم فریم ها خط های حمایت و مقاومت رو
میکشه. حالا یه دونه کسانی که تو آخر این ویدیو همراه بودن 25% بهشون تخفیف میدن. اگر کسانی کد ZB25 رو بگن 25% بهتون تخفیف داده میشه برای این اندیکاتور. اما کسانی که حالا تا آخر این ویدیو همراه نبودن نمیتونن از این تخفیف استفاده. وسط ویدیو 20% رو گفتم، اما آخرهای ویدیو که تقریبا میرسین این 25% رو میتونن انتخاب کنن. پس ZB 20%، ZB 25% تخفیف براتون گذاشتم. از این اندیکاتور بتونید استفاده کن. اندیکاتور هم مادام هست، یعنی شما یک بار پرداخت میکنی، آپدیت ها رو میتونی استفاده میکنی، براتون ارسال میشه و برای خودتون هست. فقط 2-3 تا اکانت ها نوشتم، توضیحات رو پشتیبانی بهتون میده و بهتون میگه رو چند تا اکانت میتونیم استفاده کنیم و بهره رو ببریم. این رو در نظر داشته باشین که میتونید از این اندیکاتور مادام استفاده کنیم و بهره رو ببرین. خب از این اگه من کلوز آل بای بزنم تمام بای ها بسته میشه و این اتفاق میافته. اینم از اندیکاتور غیراتی ورژن 2.2 هست که خدمتتون عرض کردم و ورژن های 2.3 هم در آینده براتون میذارم که پنل کاربریش خیلی بهتره، یعنی به قابلیت های بیشتری داره و خیلی اتفاقات دیگه دارم روش کار میکنم و در اختیارتون خواهم گذاشت. وقت باشین. خدا نگهدارتون.